در نخست سرخط خبرها. برگزاری نخستین نشست مشترک مراکز تحقیقاتی افغانستان و آسیای مرکزی. وزیر خارجه امارات اسلامی خواستار همگرایی و اتصال بیشتر کشورهای منطقه شد. نیاز به ایجاد یک مکانیزم تخصصی و تحقیق محور نیز احساس می شود تا تعهدات و توافقات سیاسی را به پیشنهادهای عملی و اجرایی تبدیل نموده. تمدید یک ساله مأموریت یونما از سوی شورای امنیت سازمان ملل. چین بر نقش نهاد در بازگشت افغانستان به جامعه جهانی تاکید کرد. به اتفاق آرا به عنوان قطعنامه 28-22 سال 2026 تصویب شد. و واکنش‌های متفاوت به امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا. قالیباف این توافق را گامی به سوی پیروزی و نتانیاهو آن را مایه نجات خواند. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 26 جوزای 1405 هجری خورشیدی که مصادف است با 16 ژوئن 2026 میلادی. مشروع خبر. امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارات اسلامی در نخستین نشست مشترک مراکز تحقیقاتی افغانستان، آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان خواستار گسترش همکاری‌های پژوهشی برای حل چالش‌های مشترک منطقه‌ای شد. وزیر خارجه امارات اسلامی گفت که مراکز مطالعاتی می‌توانند با ارائه راهکارهای علمی در حوزه‌های تغییرات اقلیمی، امنیت، تجارت و اتصال منطقه‌ای زمینه همگرایی و همکاری بیشتر میان کشورهای منطقه را فراهم کنند. گزارش از نسترن امیری. نشست مشترکی که از طرف مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه امارات اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان امروز برگزار شد. قرار شد که این نشست در پشت درهای بسته ادامه پیدا کنه. گفته میشه که این نشست به دنبال نشست مشورتی هست که در 5 اپریل از طرف وزارت خارجه امارات اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد که هدف از نشست امروزی گسترش روابط اقتصادی و همچنان اعتماد متقابل به منظور پیشرفت در بخش‌های ترانزیت، بخش‌های تجاری، بخش‌های انرژی گفته شده. آقای متقی وزیر خارجه امارات اسلامی در این نشست که امروز سخنرانی داشت، بر علاوه که بر مسائل اقتصادی و بهبود روابط و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی تاکید داشت، او از توافقنامه که بین امریکا و ایران به امضا رسید استقبال کرد و این توافق را خیلی مهم دانست به خاطر ثبات منطقه و همچنان او گفت که جنگ به نفع هیچ کشور نیست. نخستین نشست مراکز مطالعات استراتژیک و اتاقهای فکر افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان با محور نقش استراتژیک اتاقهای فکر در گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در کابل برگزار شد. امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی در این نشست بر ایجاد یک مکانیزم تخصصی برای عملی سازی تعهدات سیاسی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد. و همچنین تهدید داعش، تغییرات اقلیمی، فرصت‌های اقتصادی و ترانزیتی و ضرورت روایت سازی بومی را از مهمترین چالش‌ها و موضوعات مشترک منطقه عنوان کرد. نیاز به ایجاد یک مکانیزم تخصصی و تحقیق محور نیز احساس می شود تا تعهدات و توافقات سیاسی را به پیشنهادهای عملی و اجرایی تبدیل نموده و روند همکاری‌های منطقه‌ای را فراتر از سطح گفتگوهای مشورتی تداوم بخشد. وزیر خارجه امارات اسلامی نیز با استقبال از توافق میان ایران و آمریکا این تفاهمنامه را گام مهم در تامین ثبات و امنیت منطقه‌ای خواند. داسې د ایران اسلامي جمهوریت او د امریکا متحده ایالات له اوږدو خبرو وروسته یو توافق ته رسیدلی دي که چیرته په دې توافقاتو باندې عمل وشي نو دا یو مثبت پرمختګ ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه کې جنگ د ټولې سیمې په تاوان ده او په سیمه کې امن او سوله د ټولې سیمې او ټولې نړۍ په ګټه ده.
از سوی دیگر ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی در سخنان با اشاره به موضوع به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی از سوی کشورهای منطقه بر اهمیت تعامل و گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه تاکید کرد. امروز امارت اسلامی افغانستان در همه کشورهای منطقه حضور دیپلماتیک داره و اونا هم حضور دیپلماتیک در کابل دارن. در مرحله بعدی که ما در او قرار داریم فعلا نیازی احساس میشه که ما روی مشترکات بحث بکنیم، روی منافع مشترک خود بحث بکنیم و من فکر میکنم که این یک نیاز یک جانبه نیست که تنها افغانستان نیاز به این بحثا داره. گفتنی است که در 4 سال گذشته امارت اسلامی سیاست گسترش تعامل و همکاری با کشورهای منطقه را در پیش گرفته است. در همین راستا از افغانستان به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی شناخته می شود و از موقعیت ژئوپلیتیکی آن به عنوان حلقه وصل دو منطقه مهم اقتصادی و ترانزیتی یاد می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست اختصاصی مأموریت هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. بر بنیاد قطعنامه این شورا، یونما به نقش خود در تسهیل گفتگوها میان امارت اسلامی و کشورهای منطقه، جامعه جهانی و نهادهای مدنی ادامه خواهد داد. این تمدید مأموریت در حال صورت می‌گیرد که مقامات امارت اسلامی بارها از عملکرد این نهاد انتقاد کرده و گفتند که یونما نتوانسته است واقعیت‌های عینی افغانستان را به درستی بازتاب دهد. آناهیتان در گزارش می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت شب دوشنبه طی نشست اختصاصی پیرامون وضعیت افغانستان با اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تا 17 جون 2027 تمدید شد. در قطعنامه تاکید شده است که یونما باید در هماهنگی نزدیک با تمامی طرفهای ذی‌ربط افغان و ویژه مقام‌های حکومت قانونی و با رعایت حاکمیت، رهبری و مالکیت افغان‌ها و حمایت از مردم افغانستان و اجرای مأموریت خود ادامه دهد. همچنین شورای امنیت از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته است تا بازنگری راهبرد جامع از فعالیت یونما انجام داده و نتایج آن تا پایان ماه مارچ سال آینده به این شورا ارائه گردد. بر بنیاد این قطعنامه یونما نقش خود را در تسهیل گفتگو میان امارت اسلامی، کشورهای منطقه، جامعه جهانی و نهادهای مدنی ادامه خواهد داد. تلاشی که هدف آن تقویت تعامل افغانستان با جهان و فراهمسازی زمینه ادغام بیشتر این کشور در جامعه بین المللی عنوان شده است. نتیجه ریگیری بین شرح است. پیش‌نویس قطعنامه 15 رای موافق کسب کرد و به اتفاق آرا به عنوان قطعنامه 2822 سال 2026 تصویب شد. نمایندگان چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل از تمدید مأموریت یونما در افغانستان استقبال کرده و بر ادامه نقش این نهاد در حمایت از ثبات، توسعه و تعامل با افغانستان تاکید کردند. فوکونگ نماینده چین گفته که یونما باید همچنان به عنوان پل ارتباطی میان جامعه جهانی و حکومت افغانستان عمل کند و به نگرانی‌های بین المللی درباره این کشور رسیدگی نماید. همچنین معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل تمدید مأموریت یونما را گام در حمایت از مردم افغانستان برای ساختن کشور صلح‌آمیز با ثبات و عاری از تروریسم دانست و بر اهمیت توسعه اقتصادی و خودکفایی افغانستان تاکید کرد. یونما باید همچنان به عنوان پل ارتباطی میان جامعه جهانی و حکومت افغانستان عمل کند، گفتگو و تعامل را تسهیل نماید و افغانستان را در بازگشت به جامعه جهانی یاری رساند. جامعه جهانی باید کمک‌های خود به افغانستان را افزایش دهد، دارایی‌های بانک مرکزی این کشور را آزاد سازد و شرایط لازم را برای بازسازی و توسعه افغانستان فراهم کند. روسیه از قطعنامه تمدید 1 ساله مأموریت یونما حمایت می‌کند، زیرا این سند بر پشتیبانی از مردم افغانستان در ساختن کشور صلح‌آمیز با ثبات و عاری از تروریسم و مواد مخدر تاکید دارد. با وجود تمدید 1 ساله مأموریت یونما در افغانستان، اختلاف نظرها میان اعضای شورای امنیت درباره اهداف و نحو عملکرد این نهاد همچنان وجود دارد. نماینده امریکا در سازمان ملل بر تعیین نماینده ویژه برای افغانستان تاکید کرده و همچنین از امارت اسلامی خواسته است که به تعهدات خود در مبارزه با هراس‌افکنی عمل کند. ما همچنان بر ضرورت تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای رهبری روند سیاسی دوحه تاکید می‌کنیم، زیرا حتی با حضور رئیس جدید یونما نیاز فوری به این سمت همچنان پابرجاست.
مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان برای 1 سال دیگر در حال تمدید شد که امارت اسلامی طی بیش از 4 سال گذشته بارها از عملکرد این نهاد انتقاد کرده و گفته است که یونما نتوانسته واقعیت‌های عینی و تحولات جاری افغانستان را آنگونه که باید بازتاب دهد. و در خارج از کشور امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا با واکنش‌های متفاوت همراه شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران این توافق را گام بلند به سوی پیروزی نهایی توصیف کرد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به مفاد این تفاهمنامه مدعی شده که تل‌آویو را از تهدید نابودی هسته‌ای نجات داده است. در همین حال رئیس جمهوری ترکیه نیز نسبت به نقش اسرائیل در تضعیف روند صلح و ثبات منطقه هشدار داد. عبدالله بصیر. پس از آن که تفاهمنامه توقف درگیری میان ایران و آمریکا امضا شد، مقام‌های ارشد منطقه‌ای و بین المللی از استقبال و خوشبینی تا نگرانی نسبت به این تحول واکنش نشان دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و چهره محوری تیم مذاکره کننده تهران این توافق را نتیجه ایستادگی ایران دانسته و در پیام خطاب به شهروندان کشورش تأکید کرده که ایران در مسیر تحقق اهداف خود قرار گرفته. با مقاومت تاریخی شما و رشادت نیروهای مسلح در برابر آنان که قصد جان این ملت و نابودی و تسلیم این مملکت را کرده بودند، ایران گام بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت. می‌خواستند و نتوانستند. گزارش‌ها حاکی است که محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران قرار است در روزهای آینده برای انجام تشریفات رسمی امضای تفاهمنامه به سوئیس سفر کنند و احتمالاً در دیدار حضوری با جی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا این روند را نهایی سازند. در سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش رسمی خود پس از امضای تفاهمنامه تاکید کرده که آنچه برای اسرائیل اهمیت دارد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او همچنین خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان را رد کرد. مهمترین مسئله این است که ما اسرائیل را از تهدید نابودی هسته‌ای نجات دادیم. ما مناطق امنیتی عمیقی را در اطراف اسرائیل ایجاد کردیم. ما این کار را در غزه، لبنان و سوریه انجام دادیم، جایی که تمام سلاح هسته‌ای ارتش اسد از بین بردیم. می‌خواهم این را روشن کنم، ما تا زمانی که لازم باشد برای محافظت از کشورمان در مناطق امنیتی خواهیم ماند. در مقابل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از امضای تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن استقبال کرده و آن را گامی مهم در جهت کاهش تنش‌های منطقه‌ای دانسته. او همچنین بدون نام بردن از اسرائیل نسبت به تلاش برخی بازیگران برای تضعیف روند صلح هشدار داده است. ما به خوبی می‌دانیم کسانی که تمام امید خود را به خاموش نشدن صدای سلاح‌ها در منطقه ما بسته‌اند از تقویت فضای صلح ناراحت خواهند شد. همان گونه که بارها در گذشته انجام دادند، این بار نیز هر کاری از دستشان برای ایجاد مانع در این روند انجام خواهند داد. ما اظهاراتی را که دیروز و امروز از سوی شبکه کشتار که دستانش به خون فلسطینی‌ها و لبنانی‌های بیگناه آلوده است مطرح شده نشانه این موضوع می‌دانیم. در حالی که تهران و واشنگتن خود را به اجرای مراحل بعدی تفاهمنامه نزدیک می‌بینند، واکنش‌های متفاوت بازیگران منطقه‌ای نشان می‌دهد که مسیر صلح هرچند گشوده شده اما همچنان از میان میدان پیچیده‌ای از رقابت‌ها، نگرانی‌ها و محاسبات سیاسی عبور می‌کند. صلح نزدیکتر از همیشه به نظر می‌رسد، اما آزمونی اصلی نه در امضای توافق بلکه در اجرای آن آغاز خواهد شد. رسیدیم به آخرین بسته خبری از میز خبر آفاق. وقت بر شما خوش.